دارن چیکار میکنن؟ الان پیاز خرد میکنن که تو روغن، یعنی تو برنج زیاد معلوم نشه. باید چقدر پیاز خرد شه؟ کاملا له شه؟ بله کاملا له باید بشه. باید گوشت خالص باشه یا چربی هم داشته باشه؟ نه خالص باشه بهتره. پس تا گوشت ریز میشه و ما بریم قابلمه رو بذاریم. باشه بیرون. من بعد اینکه کاملا گوشت سرخ شد باید پیاز رو بریزیم. بله باید دیگه وقتش که پیاز رو بریزم. باید پیاز چقدر بمونه داخل گوشت؟ پیاز هم دیگه مثل گوشت باید سرخ بشه. لازمه برنج هم از قبل آب کش کنیم داخل آب بذاریم چند ساعتی بمونه یا نه؟ نه اشکال نداره، همچنین ما که برای این چک داریم همون موقع که میخوان بپزن همون آب میکشن. همون موقع آب میکنن و آب کش میکنن برنجو. بله. آب باید چقدر باشه؟ باید یکی دو پاش باشه. یکی دو پاش؟ بله. الان این کنه کافی نیستش نه دیگه. کافی نیستش. آبش هم سرد بود؟ بله آب سرد میریزم چون باید یکمی هم بجوشه دیگه. حالا در قابلمه رو باید ببندیم چند دقیقه بذاریم؟ باید یه آب بجوشه و یکم گوشت دیگه بازم با آبم باید نرم بشه پخته بشه. خوب که گوشت سرخ شد پیازا رو اضافه میکنیم. بعد دیگه پیازا هم سرخ شد گوجه فرنگی رو اضافه میکنیم. زمانی که پیاز و گوجه فرنگی و گوشت کاملا سرخ و طلایی شد 2 پیمانه آب اضافه میکنیم. وقتی آب به جوش اومد برنج رو ریختیم باید کی دمی رو بذاریم؟ باید برنج کاملا آبش کشیده بشه بعد دمی رو بذاریم. بعد از اینکه دمی رو گذاشتیم چقدر زمان میبره تا غذا آماده بشه؟ نیم ساعت 40 دقیقه دیگه آماده است دیگه.